بهار است و بطاق خانه من درون کوزه ها گل ها شکفته، از این رنگی برنگی های نوروز درون سینه ها دل ها شکفته. سلام نوروزی برای همه شما تماشابینان عزیز و ارجمند تلویزیون ورزش. ما به دهه پوشینگ ناحیه دنگارا آمدیم. امروز در اینجا فستیوال دومی جوانان خارجی که در تاجیکستان تحصیل میکنند برگزار می شود. یعنی امروز جشن دوستی، نوروزی دوستانه در این دهه برگزار می گردد که ما آن را برای شما انعکاس خواهیم کرد. دوستان عزیز، اینجا گوشه هنرهای مردمی است و البته مهمانان از این گوشه دیدن خواهند کرد. اینجا خانه هفتچین و هفتچین تهیه شده است و هم یک زمره از هنرهای مردمی در اینجا تجسم یافته است که مسلم است که در ایام نوروزی این همه به معرض آن برآورده می شود و ما و شما از آن دیدن خواهیم کرد. بزم گل در چمن نوروز است، دور غلغل فکن نوروز است، تو بگردون سخن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. این همه مردم که در اینجا جمع اومدن تنها برای یک جشن با یک مقصد که مقصد و جشن آنها نوروز عالم افروز است. با همین مقصد جمع آمدند. مادران و خواهران کرته اطلس و چکن ببر کرده مثل گلهای نو شکفتند. از فرصت مناسب استفاده برده تمام تاجیک و تاجیکستانی را تبریک و تهنیت گفته آرزو دارم که همیشه آسمان صاف و بی‌غبار باشد و صلح و دوستی همراه ما پایدار بماند. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان پیروز باد. البته با شکوه و شهامت خاصه نوروزی من همین گونه رقصی دست جمعانه گل دختران دنگرگی حسن دیگر می بخشد. البته نوروزی همیشه عید است که در آن باید سور باشد، تنتنه باشد، رقص و بازی باشد و امروز ما در این گوشه واقعا دیده ایستاده ایم که مردم با خوشی و خرسندی عید نوروز عجم را استقبال میگیرند و البته آمدن مهمانان با این گوشه البته شکوه و شهامت خاصه زم خواهد کرد. مبارک باشد. حواله حواله. نوروزی که یکی از جشن‌های قدیمی اوریونی بوده، امروز در دهه پوشینگ در ناحیه دنغره جشن گرفته ایستادند و ما حالا دانشجوهایی که از مملکت‌های دیگر به اینجا به مهمانی اومدن، ما می‌خواهیم که آنها رو پیشواز گیریم و با آنها رسم و رسوم تاجیکی خود رو نشان دهیم و کوشش نماییم که آنها از استقبال گرم ما خرسند باشند. شما برای مهمان‌ها چی آماده کردید؟ امروز در نمایشگاه ما بیشتر هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و دیگر نمایش‌ها، رقص‌ها، سرودهای ملی رو به مهمانان پیشنهاد می‌نماییم.
یک ба базмгоҳи наврӯзии мо меҳмонон ташриф оварданд ва албатта шукӯҳу ҷалоли ин базм нуру ранги дигар гирифт ва мо то ҷое тавонистем аз таъссуроти онҳо оид ба ташрифашон ба данғараи бостонӣ пурсонӣ кардем. صحبت داریم با جوانان افغانستانی که در دانشکده‌های عالی کشور میخوانند و من میخواستم از بچه‌ها بپرسم که چی تأثیراتی دارد از بازدیدتان از ناحیه دنگره و از این فستیوالی که در اینجا برگزار گشته است. از فرصت استفاده برده صمیمانه ترین تمنیات خود را خدمت مردم برادر هم فرهنگ هم زبان خلق تاجیک تقدیم میکنم و امید دارم لباس عافیت بر تن داشته باشند و دور از گزند روزگار. همینطور که همه ما شاهد هستیم، همه ما به پیشواز نوروز، بهار نو، سال نو جمع شدیم در ناحیه زیبا و مشهور جمهوری تاجیکستان دنغره زیبا در رابطه با برنامه و فستیوالی که زیر عنوان دوستی جوانان خارجی پاینده بود برگزار شده. از نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان تعداد افغان ها از دانشگاه معتبر تاجیکستان، از دانشگاه ملی، دانشگاه تکنولوژی و دانشگاه اگراری اشتراک کردیم و همینطوره که همه ما شاهد هستیم میبینیم شباهت های بسیاری در فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان دیده میشه و بسیار برنامه بسیار خوب تشکیل کردن و ما بسیار راضی هستیم. It's very beautiful. We are so wondered and surprised that you all guys are welcoming us as a celebrity, and we are so honored to be here. Your culture and our festival is so great. This stays for 1 week, and your all celebration is so nice, and your foods are also nice. این بهترین فستیوال است که میگم ما خیلی خوشحال هستیم از اینجا آمدن و بهترین مردمانی که ما را استقبال گرفتن و ما خیلی از اینجا منتدار هستیم که ما را اینچنین پیشواز گرفتن. نوروز مبارک یک بار دیگر. یگان مراتب در جشنگیری نوروز بودند. Have you been to ever such a beautiful festival Navruz holiday? Have you been in Tajikistan? Previous year we have. We are in Tajikistan. Yeah, we have been in previous year. Yeah. خب میگوید که ما بسیار در تاجیکستان بودیم، در بسیار فستیوال ها، در بسیار نوروز ها بودیم اینجا. در سرزمین زیبای تاجیکستان قرار دارم با همین جشن دومی فستیوال فرهنگی جوان خارجی اشتراک دارم و خیلی خرسان شدم که این جشن اشتراک کرده ایستادیم و بازی که در همجا قرار داره گوشتی در مایان هم داویم هم خیلی میشه و من چی گفتنم خیلی جشن بسیار شود، خیلی منت دارم. استقبال نوروزی ما و شما یگان تفاوت هست یا که همش همین خیلی است؟ این خلق در ازل هر دوش یکه، ازبک تاجیک جدا نمیشه، عرف عادت عنعنه همش یکه. همین که ازبکستان چی گپه اینجا هم من خیلی خرسان شدم. سلامت باشین، خوش آمدید. رحمت. دوستان عزیز، اینک جزئی جدا نشونده نوروزی گوشتین تاجیکانه آغاز می شود و چون عنعنه مردم تاجیک در اینجا با دعای یک پیر خیرت این مسابقه شروع شد. سراول نورسان در اینجا آغاز کردند و البته در ادامه بزرگان هم به میدان نبرد خواهند برآمد و اما البته برای همه آنهایی که به میدان گوشتنگیری میبرایند برای رو موفقیت خواهانیم.
آن اکنون آفرین بالاخره در اینجا جهانگیر نوکک اکنون مولاری خوب نشون داد از سفر میکنم پهلوانی شهر ترسوزوده رو با تخت پشت افتاد آن اکنون این گوشتی خوب میشود باوری خوبی است مهمانان با محل لوی هاوس که در اینجا بازی‌های ورزشی مردمی تاجیکانه تهیه شدن تشریف می‌آورند. و امروز در محل لوی هاوس ما چند بازی‌های ورزشی رو در اینجا دیدیم که البته از جانب جوانان اینجا اجرا کرده می‌شدند. اینجا یک بازی معمولی تاجیکانه، بازی نوروزی، بازی قدیمی تاجیکانه بندکشی است. حالی حاضر دو گروه جوانان در اینجا به هم آمدند تا در اینجا مسابقه کنند. من به حیث داور در اینجا شرکت میکنم. بچه‌ها آماده باشین. دوستان عزیز، البته بندکشی قاعده های خود را دارد. من به حیث داور همین خط رو معین میکنم و با بچه‌ها با دسته ها امر میکنم که این بازی رو شروع کنم. بچه‌ها آماده هستین؟ شما آماده هستین؟ خوب، دیگر رو دستگیری میکنیم، کفکوبی میکنیم. سر کردیم. 1 2 رفتیم. آها دستگیری میکنیم. کشیدیم سخت. آهات آواز یا مردم ها. آواز قریب یک نفر گذشت. شد خوش. اینجا بیاید بچه‌ها. خوب، در این بازی بچه‌های کبود پوش غالب آمدن. خوش. بچه‌ها آمادگی دیده بودیم برای این بازی یا نه؟ بله، ما می‌دانیم که این بازی قدیمی تاجیکان است. ایرا باباهای کلان سالان ما می‌کردن. میرا با ورزش مشغول هستی؟ بله. با کدام نمودی ورزش؟ گوشتینگ ملی. گوشتین ملی میگیری؟ حال حاضر در همون محل پایان گوشتین میشود. در اونجا اشتراک میکنی؟ بله. بله. باوری داری که صاحب جایزه میشی؟ بله. بسیار خوب. منم مهراب آماده است که در اون هم میدانداری کند. اینجا هم غالب اومد. این غالبیت البته با غالبیت آنها میافزاید. دوستان عزیز، در اون محل بچه‌های گوشتینگیر مشق کرده ایستادن و ما نزد آنها میرویم. رفتیم. بچه‌ها برای شما موفقیت بچه‌ها. چگونه که گفتیم در این گوشه بچه‌ها مشق میکنن و حال حاضر با مربی آنها شناس میشن. سلام علیکم. اسم شما؟ معروف جون. بچه‌های کجا هن اینها مشق؟ یا همه ورزشگرای مکتب ورزشی ناحیه دنغره. بسیار خوب. اینها در یگان مسابقه شرکت کردن معروف جون؟ مسابقه‌های جمهوریوی دا مسابقه‌های ناحیوی دا اینا چمپیون ریسپوبلیکا داریم در گوشتین ملی. جایزه داری گوشتین ملی هم گوشتین جودو داریم. خوب، حال حاضر من مهمان ها از دولت های خارجی میآیند. خوش، شما با آنها چی نشان میدهید؟ ما گوشتین ملی را این حاضر طرز گرم کردن تنوع اجرایش هم اصول ایمیتاسیا. بعد مثلا با پارتوفتور را میتونیم بکنیم. در اونجا گوشتین برگزار میگردد. این بچه‌های شما اشتراک میکنن؟ اگر که بچه‌های مایدر هم که ایسر شود همین بچه‌ها تیارن که از برای اونجا مسابقه بگیرن. برای همش اشتراکی مسابقه‌های جمهوریوی و سطحی ولایت هم. بسیار خوب. بچه‌ها یک لحظه نزدیکم خواهش میکنم. یک لحظه. سلام علیکم. نوروزتون مبارک باشد بچه‌ها. مسابقه گوشتینگیری برگزار میشود. شما اگر اجازه بدهید اشتراک میکنین؟ بسیار خوب. سلام علیکم. تو چی نام داری؟ سینا. کی؟ طرف سینا. آفرین. سینا جان چند ساله هستی؟ 7 ساله. 7 ساله. چند وقت شد که گوشتین مشق میکنی سینا جان؟ 2 سال. 2 سال شد. تو در یگان مسابقه شرکت کرده یا نه؟ در کجا؟ در دنغره. در ناحیه دنغره یگان جا گرفتی؟ گوشتین با تو معقول است؟ فوتبال بازی نکردی چرا گوشتین گیری کردی؟ گوشتین معقول است؟
Сино ҷон, ту кира дидӣ ки гӯштингирӣ омадӣ? Дар телевизор ягон каса дидӣ ё ки тура ки ба гӯштино? Кира, акат ки аст? Акай Сулаймон, акай Сулаймон. Сулаймон, ту чанд сола ҳастӣ? Ман 13 сола. 13 сола. Сулаймон ҷон, ту кай ба гӯштино омадӣ? Ман намехондам меомадам онҷо. Нохонда меомадӣ ҳатто? ин ҳам Маруф ҷон ягон мусобиқа иштирок кардааст? Бисёр хуб. Бачаҳо, гӯштингирӣ барои шумо маъқул аст? шумо медонед ки гӯштингирӣ аз бозиҳои қадимаи мардуми тоҷик аст? Медонед? Бисёр хуб. барои шумо бачаҳо муваффақият. мана майдон аз далел аст. умедвор ҳастем дӯстони азиз ки аз ин бачаҳои мо фардо албатта гӯштингирони ҳирфавӣ мебаранд ва миллата дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд. Маруф ҷон, барои шумо муваффақият. хуб, инак мо меравем ба гӯшаҳои дигаре ки дар он ҷо ҳам бозиҳои варзишӣ таъсис дода шуданд ва меҳмонон албатта аз он дидан хоҳанд кард. اینجا گوشه ورزش سبک است و اینجا مربی قربانعلی باباخانов با بچه‌ها مشق کرده ایستاده است. قربانعلی میگفتید که با بچه‌ها چی مشق داده ایستادید و با مهمانان چی پیشنهاد میکنید؟ چی رو نشان میدهید؟ امروز در جشن نوروز ما با بچه‌ها طرز هوا دادن گلوله و چی رو نورینجک و لالیچه رو چی کرده ایستادیم، تمرین داریم و برای مهمانان طرز با بروس و با زینپویو گذاشتن کودکان رو ورزشگران رو نشان میده. من یک بار کوشش کنم کلی من یک بار استفاده کنم. خب بچه‌ها، من کوشش میکنم به هر صورت. بعد بچه‌های معلم، شاگردان معلم کو رفتیم چند مراتب کردن ممکن است مطابق همون نرماتیو از سن سال چی؟ خب با سن سال من چند مراتب کردن در کار است؟ با سن سال 40 ساله 50 ساله 10-15 به هر صورت کوشش میکنم. رفتیم. خوب، 1 2 3. خوش دوستان عزیز، دیگر در آن سن سال نیست که من در این گونه مشق‌ها اشتراک کنم. برای همین به هر صورت نوبت رو به بچه‌ها میدیم. خوب بچه‌ها، اکنون نوبت شما. رفتیم با مسابقه‌ای که ما در اینجا تأسیس دادیم. ظفر جان از ترکمنستان هستند، در اینجا همراهی میکنن و حال حاضر اون کس دیدن که من همگی 3 مراتب در اینجا توانستم. ظفر نزدی ما اومدن. خوب رفتیم، حساب میکنیم یک جای. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 یک کفکوبی میکنیم. اجرا کرد همراه. ظفر جان، در کجا میخونین؟ در دانشگاه صدرین عینی؟ بسیار خوب. چند سال است که میخونید؟ 3 سال. خوب، چی تأثیرات دارید از آن که به این فستیوال آمدید؟ 2017 آمدگیم. 18 دانغارا رفتیم. 19 خوجاند. 2020 دانغارا. یعنی معقول است اون چیزی که در اینجا دیدید؟ در شما چگونه نوروز رو استقبال میگیرن؟ نوروز شورای زور پس ما ترل برای چی؟ زیبایی طبیعت. طبیعت. تاجیکستان پرزیدنت امام الرحمن قشلاق شهر زور ناز معقول شد. سلامت باشید. ظفر جان، در این نمودی مشق شما مشق میکردین قبلتر؟ 15-20 روز نمیکردم. درس بسیار کندگی. بسیار خوب. در مسابقه ولسپیدانی در تاجیکستان اشتراک کردین؟ بسیار خوب. ماراتون ده؟ سلامت باشین ظفر جان، خوش آمدین یک بار دیگر. خوش دوستان عزیز، اینک ما میرویم به گوشه دیگر. مالیم برای شما موفقیت برای بچه‌های شما در شرکت در مسابقه‌های مختلف. سلامت باشین. یکی از بازی‌هایی که همیشه در ایام نوروز اجرا کرده می‌شود این خروس جنگ است. اصولا خروس جنگ از جزئی جدا نشونده نوروز تاجیکانه است و اینجا در یک گوشه خروس جنگ تشکیل شده است و حال حاضر می‌بینیم که 2 خروس با هم رقابت می‌کنند. البته صاحبانشان حال حاضر نمی‌خواهند که درباره این محاربه چیزی شرح بدهند، اما ما مشاهده می‌کنیم که واقعا هم در اینجا یک نبرد خیلی شدید و خونین رفته ایستاده است. کدام از این خروس‌ها
غالب میوان هنوز برای ما معلوم نیست، اما شرط ها در بازی خروج جنگ مختلف هستند. مثلا گراو میبندند یا با مبلغی الهیده، یا اینکه گراو میبندند گرفتی همون خروزی البته بای داده نصیب خروزی صاحب خروز می شود که این محاربه را البته بریده است به قولی. اکنون ما آمدیم به گوشه که در اینجا وزن برداری تشکیل شده است و حال حاضر 16 کیلو ها. من از فضل‌الدین دستاندرکار همین گوشه میخواستم بپرسم که خوب در مسابقه شما کی راه داده می شود؟ همه جوان پسران یا که دختران هم راه داده می؟ کسی که خواهش دارد؟ خواهشمند. خوب اول من اجرا میکنم فضل‌الدین، بعد ببینیم که کی از من زیادتر اجرا میکنن. رفتیم. خوب بچه‌ها مرا دستگیری کنید. همه کسا من پیشکی بچه‌ها پیشکی شما رو آگاه میکنم که 3 یا 4 مراتب کفالت میدهم، چون که من ورزشکار نیستم. رفتیم. یک با آوازی بلند. 1 2 3 4 5 6 من براستی هیچ باوری نداشتم که همین 10 مراتب می‌بردم. خوب فضل‌الدین مسابقه ما ادامه دارد. کی میتواند؟ موشک‌های دستی فضل‌الدین نبینید، موشک‌های دستی فضل‌الدین از 10 مراتب زیاد نمی‌برداری. من مهمان. رفتیم حساب میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 شد علکه از من گذشت. خوش دوستان عزیز، ما چند نفر این وزن را برداشتیم و اکنون دخترها نزد ما آمدن و خواهش برداشتن همین وزن را دارند. خب چی نام داری؟ کاتیا باشه بریم دستگیری میکنیم. کاتیا رو دستگیری میکنیم. اقلا یک مراتب اقلا یاردم میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بسیار خوب. کاتیا با کمک فضل‌الدین. کاتیا یگان مراتب وزن برداشته بودی؟ در یگان نمودی ورزش مشغول نیستی؟ فقط فوتبال، والیبال. به خاطر کاتیای والیبال باز یک کف کوبی میکنیم. کاتیا در والیبال در کدام دست بازی میکنی؟ فقط در دسته دانشگاهتون؟ در کدام دانشگاه میخونی؟ زبانها. بسیار خوب. فستیوال با تو معقول شد کاتیا جان؟ بسیار معقول شد. کجا را دیدی؟ چی را دیدی؟ نوروزی با تو معقول شد؟ بسیار معقول شد. چی گفتن ممکن است؟ خیلی خوب گذراندم. من خیلی معقول شد. نباشد به خاطر مهمان یک کف کوبی میکنیم. سلامت باشید دوستان عزیز. اینک ما میرویم به گوشه دیگر که در آنجا دختران یکی از بازی های خیلی قدیمه تاجیکانه پنجک بازی را کرده ایستادند. در اونجا میبینیم که چی گفتن ممکن است. رفتیم. اینک ما نزد دخترهای پنجک باز آمدیم. من نمیخواهم دروغ بگویم، در سینه که کودک بودیم ما گاه پنجک بازی میکردیم با اپاهای خود، با همسایه های خود، اما از اون اوان خیلی آبها اثر گذاشتن. من اصولا فراموش کردم که پنجک بازی است چگونه بود. به هر صورت دخترکان برای من کوشش میکنن که کمک کنن که همین پنجک بازی چی است. یگان، دوگان، سگان، چهارگان، بعد ایخه میکنیم. اینش چی نام داره؟ اینش پشتک. بله. پشتک. خوب میپرتایم. بعد کلینچک میکنیم. کلینچک. بله. این حتما از همین میان گذشتنش در کار، درست؟ بله. خوش. نگذشت. اونها را باز جمع میکنیم. بله. خوب
بازی در کجا تمام میشود؟ ادامه بازی چی است؟ همین قدر است نه؟ بعد کی غالب میآید؟ کسی که برد، یعنی کسی که همین جزئیات رو اجرا کرد. خب دوستان عزیز، من روشن‌تر شرح میدهم. اصلا این بازی از همین عبارت است که اول یک سنگ را در دست میگیری، یک سنگ دیگر را میپرتایی و دیگرش را میگیری. این یگانه هست. به همین ترتیب وقتی که میپرتایی و دو سنگ را میگیری، دو سنگ را میگیری، این دوگانه هست. به همین ترتیب 3 و 4. بعد این را پشتک میگویند. وقتی که میگیری پشت دست میپرتایی، چند سنگ که ماند اینا با طرز قیچی میقپی و بعد از این کلینچک میکنی. سنگ های در اینجا بوده رو در هر جا بوده رو یک سنگ رو بالا میپرتایی، یک سنگ دیگر رو از تگ همین قیچی میگذرانی. اگر ما بودو همین سنگ در دستت آمد، یعنی به قول میسوزی، نوبت به دیگر کس میشود. اگر نه سنگ اینجا میگذرد، یعنی همه سنگ ها از اینجا گذشتن، کوشش میکنی که همین سنگ ها به حد نزدیک به یک دیگر باشند، چون که در آخر باید آنها را همه یک جایه البته من نمیتوانم همه آنها را جمع کرده در همین پنجه میقپی، یعنی پنجه در همین جا به انجام میرسد و نوبت به دیگر کس. اگر در همین روند یگان کس میسوزد، پس تو غالب می‌شوی. درست گفتم دخترها؟ سلامت باشین. تشکر برای شما. نوروزهاتون مبارک باشه. من در این گوشه بصیربانو و عطاولو بازی شاهمات دارن. بازی شاهمات البته بازی قدیمترین تاجیکانه هست. این اصولا بازی تاجیکانه هست، بازی عقلانی ما شما خوب میدونیم. و من از عطاولو میخواستم بپرسم که عطاولو حال حاضر وضعیت در میدان شاهمات چگونه است؟ برتری جانبی کی است؟ برتری جانبی من است. جانبی خودت؟ من شخ دادم. خوب. باید این شخ باید فیس بگریزانم. میگریزاند؟ مرد میشود. اگر نگریزاند این در حالتی هست که حال حاضر در حالتی است که اگر به شرطی فرزین خود رو از اینجا بگیرد شاه مات میشود. بصیربانو چی شد که این حالت آمدی؟ یک خطا کردم، همین خیلی حالت شد. عطاولو قبلا بازی میکردی شاهمات؟ بله. از چند سالگی شاهمات بازی میکنی؟ از صنف هشتم. از صنف حالی در صنف چندم میخونی؟ نه. از این نو در یگان مسابقه اشتراک کردگی عطاولو؟ در مسابقه شاهمات در کجا اشتراک کردی؟ در دانشگاه. در دانشگاه؟ دانشگاه ملی دنغره. در دانشگاه ملی دنغره چندم جا گرفتی؟ یکم جورا هم کالکتیمون یکم جورا گرفتم. بسیار خوب. در هیئت دستوی جای یکم گرفتی نه؟ شاهمات بازی معقول است؟ بله. در خانه کی بازی میکند با شاهمات؟ پدرم. پدرت؟ از پدرت یاد گرفتی شاهمات بازی رو؟ از معلمم. از معلمتون. بسیار خوب. عطاولو بصیربانو برای شما موفقیت و همیشه شاهمات بازی کنید. اصولا شاهمات بازی عقلانی است و هم باید بگوییم که از بازی‌های قدیمترین تاجیکانه است که از همون دوران خیلی قدیم به ما آمده رسیده است و امروز عالمیان این بازی رو همچون شاهمات بازی میکنن، یعنی بازی ما است. روسا شахмат میگویند، چکمت میگویند در اروپا، اما ترکیب ریشش همین شاهمات ما هست. نوروزتان مبارک باشد برای شما بچه‌ها. سلامت باشید. فکر میکنم که با دیدن این منظره شما جوانی های خدا، کودکی های خدا انیقترش به یاد میآورد. البته ما چون از یک گوشه دیگر دیدن کردیم، اینجا فریضه بانو با دوگانه هایش اینجا همین بازی را اجرا میکردن. آوان کودکی ما هم اندک از همین بازی ها استفاده میکردیم و حال حاضر من کوشش میکنم یک مراتب کودکی های خدا به یاد بیارم. فریضه بیا. فریضه تو توپ میدهی. خوش. فریضه چند بار پریدن ممکن است؟ این چی قاعده دارد؟ من از کجا باید میتوانند از این پره، میتوانند از این پره شما پرید. خوب. اینو تیز اگر توپ دهی همین آدم سوختنش ممکن است نه؟ چند قدر توپ دادن ممکن است؟ همین قدر توپ دادن ممکن است. خوب من کوشش میکنم. رفتیم بچه‌ها. 1 2 3 4 5 تست رکن تست 1 2 1 2 1
دو تسترک دخترک تسترک دیدین دوستای عزیز شما اگر ندیده باشید من این بازی ها رو خیلی در آوان کودکیم زیاد دیدم خوب شد دخترک ها نوروزتان مبارک باشد ما آمدیم به گوشه‌ای که در اینجا بازی دستخوابانی در اینجا تهیه شده است خوش عبدالنبی و سمرالدین در اینجا قوا می‌آزمایند و من از مربی می‌خواستم که در اینجا برای ما کمک کنند بعض از قاعده های همین بازی را برای ما و شما شرح بدن خوب چگونه قاعده دارد چند دارد برنامه‌هایی که مانده این دست رفتیم خوب ما دستگیری میکنیم ها ما دستگیری میکنیم قریب گاه عبدالنبی و گاه سمندر برتری را به دست میگیرند در اینجا قوایی که زیادتی میکند حال حاضر میبینیم دستگیری میکنیم یک جا دستگیری میکنیم دستگیری میکنیم سمندر در اینجا غالب آمد سمندر یگان بار مشق کرده بودی در همین بازی ها یا که اولین بار مشق کرده بودی در مکتبتون همین گونه بازی ها را میکنی اصلا با چی ورزش مشغول هستین بچه ها در مکتبتون فوتبال دستخوابانی بسیار خوب دستخوابانی مشغول هستم بله خوب آینده فوتبال باز بشون یا دستخوابان برای شما موفقیت بچه‌ها نوروزتون مبارک باشد و البته دوستان عزیز من هم نمیتوانم که از اینجا هم تو گذر کنم من یک حریف میابم برای خود کی میتواند با من خوب چی نام داری سعیدشاه من و سعیدشاه رفتیم بچه‌ها شما کفکوبی کنین شما دستگیری کنین مورا من از مربی میخواستم بپرسم که برای ما کمک کند خوب دستا را درست میکنیم این قاعده دارد بله ها خوش خوب رفتیم دستگیری کنیم دستگیری فکر میکنم که سعیدشاه کمک رحمی مرا خورد البته اما به هر صورت من در اینجا غالب آمدم دوستان عزیز ما تا جایی که توانستیم بازی های ورزشی رو از محل لبی هاوس که در اینجا مهمانان هم تشریف آوردن دیدن مهمانان زیاده آمده بودن از دولت های خارج از ترکمنستان ازبکستان افغانستان از خطای مهمانان بودن و دیدن که ما چگونه نوروزی رو استقبال میگیریم و اصولا دیدن که ما چگونه بازی های ورزشی داریم و انعنه های خوبی مردمی داریم و ما هم تا جایی توانستیم این همه را برای شما نمایش دادیم در همینجا برنامه ما به انجام میرسد نوروزی همه شما مبارک باشد